این یکی از اون خرابیاییه که اگه به موقع به داد دستگاه میرسیدن و به صداش توجه میکردن، دستگاه تو انقدر هزینه نمیرفت. ببین بوربرینگ دستگاه به این صورت شده. بوربرینگ ها یه قفسه ساچمه دارن که این ساچمه ها رو سر جای خودش دور تا دور این کنسا نگه میداره. قبل از اینکه بخواد بپاشه کامل از هم دیگه، اون قفسه خراب میشه و این ساچمه ها یک سمت جمع میشن. حین چرخش آرمیچر ببین سر جای خودش نیستش، یعنی داخل این پوسته بالشتک ما که قرار گرفته، بوربرینگ وقتی بازی کرد به این صورت تنه میزنه. آرمیچر و بالشتک یه فضای حدوداً 1 میلیمتری از طرفین با هم دیگه فاصله دارن. وقتی این فضا کمتر شد، یعنی این بوربرینگ خراب بود و این بازی کرد، تنه میزنه. فرقی رو که تو این قسمت ها افتاده نگاه بکنی، مربوط به تنه زدنی میشه که آرمیچر حین چرخش به بالشتک داشته. به خاطر این بوربرینگ الان آرمیچر به این شکل شده. آرمیچرش باید عوض بشه. بالشتک از این قسمت ها ببینید کاملا جرقه زده. بالشتک دستگاه هم خراب شده. این دنده هم به خاطر اینکه وقتی که تکون میخورده دنده هم سر جای خودش نبوده، پس فاصله بین این دنده نوک آرمیچر با دنده مقابلش هم به درستی رعایت نمیشده. این دنده هم اذیت شده. الان باید حالا کامل تمیز شسته بشه، دونه به دونه دنده هاش چک بشه. احتمالا این دنده هم بخواد عوض بشه، در صورتی که اگه همون اول به دمای دستگاه توجه کرده بودن، چون وقتی اینا به هم دیگه میمالن داغی خیلی زیادی داره دستگاه. اگه توجه کرده بودن فقط با یه دونه بوربرینگ این دستگاه درست میشد. یه دونه بوربرینگ داشت و یه اجرت. الان بوربرینگ، آرمیچر، بالشتک، شاید دنده مقابل و 100% وقتی که کار بیشتر میشه اجرت بیشتری هم میخوره. دوست خوبم صدای دستگاهتو بشناس و دقیقاً بدون صداش تو حالت طبیعی چجوریه. تغییر کرد حتما به تعمیرگاه مراجعه بکن. سلام، طباطبایی‌ام. کانالمون رو دنبالش بکن که مطالب بعدی که تو کانال میذاریم رو از دست ندیم. مرسی.